شما میخواید در همین شرایط آموزگار مکتب یا دانشگاه باشید؟ البته که میخوام. اما اما من در دانشگاه در دیگه ساحه خونده شدم. من در آینده میخوام که اکونومیست شوم. اقتصادچی. سوغورتا. دیگه باز هم گپ درباره سومای آمریکای پس. آمریکای پس راستش نمیدونم چند سوم 2000 به فکر. خب معلم از ماه سپتامبر معاششون زیاد میشه، قریب 3000 سوم میشه. 3000 خیلی ممکن و اگر اولیک بالا شود دیگه بچه‌ها رو همون فکر میکنن. بعد ответственность большая. معلم یا خود معلمی 30 طلبه 40 طلبه دیگه حضوری هر کس نمیرسه. بعد جوانای خود نازی هر کس بسیار خیلی خولیگان هم مثال گوش نمیکنن غم میتن. و معلمان یک تایم ما خدمت خوندگیم بسیار خریگری میکنن. بچه‌های خوبشان هستن. خیلی معلم خودش توقعه درست. دکتری خواندستم. چرا رشته معلمی رو انتخاب نکردید کسب؟ برای اینکه نمیدونم. چون که دکتری بول چیتر востребование чем معلمگی. بعضیا میگن که معاش کمش سبب میشه که آدمو معلم شدن نمیخوان. ممکن معاش کمش هم سببش باشد، نمیدونم. راستیگه. مثلا از این صنف شما چند کس معلمی سپارید؟ از صنف ما راستیگه همه دکتری سپردن، یگان کس معلمی نسپرده است. چرا اینطور؟ هر کس انتخاب خودش نمیدونم. برای چی ترجمانی انتخاب کردید معلمی؟ ترجمانی میخوام که دیگه دولت برم. مثال انگلیسی ده انتخاب کردگیم باید انگلیس برم. پیرواد نکنم باید انگلیس برم دیگه دولت برم. یه خبر چه من رفته است مسکو رفته است آخرش نیست مسکو. من معلم با معلم دیگه. با معلم دیگه نونی معلم که فلان شده که کنیش نه. باید که آموزگار این یکی از کسب‌های حق و حلال ترین نونی آموزگار نونی مردیکو باید که این خیلی آدمای معاشش زیاد کنند قدردانی که شود. خود شما چیکاره؟ چی کسب انتخاب کردید؟ من ساختمان. من خودم ساختمان پگیس خوجند خونده داکرگی خودم کسب خودم کار میکنم. شما چرا مثلا آموزگار را انتخاب نکردید ساختمانچی انتخاب کردید؟ اصلا مردک بودیم ندارم. پدرم خودشون رو مردی کاری که ما وای میکردن. پدرم مردی کار. منم خودم از صنف ششم میسیم همین صحبه کرد. بسیار همین صحبه میفهمم. همین سبب شوق پیدا شده. خب در میان همین جوانا حالا خواهشمندان برای آموزگار شدن خیلی کم است. به فکر شما چرا؟ عصبی مبلغ عصبی که زمانی بابام آموزگار حرمت و احترام زیاد بود. مثال من نبری کی میگه؟ من میپرسم نبری کی؟ من میگم نبری معلم. این همین معلم گفت من همه میشناسد که کدام معلم الگبر متماتیک همه میشناسد. از این معلمای هیچ کی حرمت نمیکنن. جوانان حرمت نمیکنن. همین سبب به فکر من قدردانی هم کرده نمیشه. معاش معلم کم همین سبب باشه.